سلام به همه شما خوشگلا که 7 روز هفته رو خوشگلید. فیلم های خوب میبینید و موزیک های خوب گوش میدید و برنامه مرا تماشا میکنید و از همه مهمتر با لایف پس سابسکرایب کردنتون من حمایت میکنید. امروز میخوام براتون اوپنینگ جشنواره فجر 14 رو مرور کنم و بگم که چه فیلم های مهم امسال توی جشنواره حضور دارن و اینا رو این قسمتش رو براتون کامل شوف بدم که موقعی که فیلم ها پخش بشن و ببینیم نامزدها کیا هستن. پس جشنواره فجر برشو بریم. میریم آخرش که میرسیم دیگه خیلی بریم. دومین جشنواره فیلم فجر به دبیره مجتبی امیری از 12 تا 22 بهمن 14 برگزار میشه. ایشالا با امید و پروردگار. در این دوره 22 فیلم در بخش سودای سینما و 12 فیلم در بخش نگاه نو، یعنی فیلم اولی، به رقابت با هم دیگه میپردازن. حالا باید منتظر مونده دید سطح رقابت چجوری. البته داورها هم که هنوز انتخاب و معرفی نشدن، دبیر هم که گفتن. حالا بریم تست کنیم ببینیم مجتبی امیری کیه که دبیره. ویکی‌پدیا در وصف ایشون نوشته که مجتبی امیری تهیه کننده و مدیر تولید ایرانی است که به واسطه حواشی سیاسی که در فیلمش ایجاد میشه شناخته میشه. وی از عوامل حمله به سفارت بریتانیا در تهرانه. حالا اصلا چه کار بود سرچ کردیم ببینیم دعوی چیه. خیلی خوب، بریم فیلم های جشنواره رو ببینیم، بررسی کنیم و یه حمله بهشون داشته باشیم تا اونا بهمون حمله نکردن. برو چه برید. در بخش سودای سینما 22 فیلم توی لیست مشاهده میکنن که فیلم آبی روشن بابک پاشا که پاسدار با فیلم در آغوش درخت موفق به دریافت تیمور بهترین فیلم نامه و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی شده بود، در صدر این لیست در الفبای بزرگ داره. توی این لیست من فیلم های مهمش رو بخوام بگم بهتون، مثلا آسمان درب که یک فیلم جنگیه، یک ماه ابتدایی جنگ ایران عرب در منطقه درب کشور رو بررسی میکنه که امیرحسین آرمان با یک گریم متفاوت توش بازی کرده و میلاد کیمرام هم ایفاگر نفس شهید شیرودیه. فیلم سینمایی آغوش باز به کارگردانی بهروز شایبی و تهیه کنندگی علیرضا صدیقی شاید از فیلم‌های پرجایزه امسال باشه. با شبانه است با مهدی هاشمی، احترام برومند، حسن مهجوری، حامد کمیلی و محسن کیاهی از بازیگراشه. فیلم بی بدن اولین ساخته مرتضی علیزاده، احتمالا یکی از فیلم‌های جنجالی امسال باشه. فیلمی جنایی با داستان واقعی که از یک پرونده معروف جنایی دهه 90 هم گرفته. الهاد شکر دوستم در اولین اکران فیلم بی بدن حواشی‌هایی رو ایجاد کرده بود که بعداً براتون توضیحات بیشتر رو میدم. سروش صحت، گلاره عباسی، الهاد شکر دوست و نوید پورفرج ایفاگر نقش‌های اصلی این فیلمه. نمیذاریم گفتیم دیریمون حق نداریم. میخوام بگم نمیتونین منو به زور ببرین. میرید خریدم فیلم بعدی بهشت تبکبران، جدیدترین اثر بلند سینمای مسعود جعفری جوزانی که اونم مثل داستان جناییه اما تو دهه 23 اتفاق میفته. بازیگراش هم امیرحسین آرمان، لادن مصطفی، سحر جعفری جوزانی، پژمان بازدی، حمید گودرزی، رضا یزدانی، به نام تشکر و بقیه دوستانه. فیلم پرواز 157 اولین فیلم محمد حسین حدیقته که جمشید هاشمپور عزیزم توش بازی کرده. باید ببینین چجوری. البته اگر جنگی نباشه، من حوصله فیلم جنگی منگی ندارم و این روزا همش دور و برم پر جنگه. حاج آقا چنگیزی از کاندیداهای انتخابات هستن. اینا همونا. تابستان همان سال عنوان تازه ترین ساخته محمود کلاری، فیلمبردار معروف سینما. این بار بعد از 22 سال در قامت کارگردانی که تهیه کننده اون رو علی اوجی برافتاده و بازم رفیقش مهران مدیری را آورده که در این فیلم ایفاگر نقش اکرم پیر باشه. این فیلم ها احتمالا نامزدی و جوایز زیادی رو امسال کسب. من اینطوری پیش بینی میکنم چون گمانم فیلم خوبی شده باشه. داستان هم راجع به یه پسر بچه 7 ساله‌ایه که پیش رمال میره تا دزد طلاهای عمه‌اش را از آیین شناسایی کن. با حال من دفترم، عمه‌ش هم دفیه.
علی شادمان عهدهدار نقش اصلی به بازیگرای دیگه مثل فریبا نادری، سمیرا حسن‌پور، صابر اول، پژمان واظبی هم توش حضور داره. جواد عزتی هم اولین تجربه کارگردانیشو در 42مین جشنواره فیلم پس پشت سر میذاره. فیلم تافته آورده، اسمش تمساح فونیه، خودشم نقش اصلیشه. سعید آقافانی، الناز حبیبی، بهزاد خلایی، اینا همه توش هستن. شاید فیلم خوبی باشه. باید ببینین جواد عزتی کارگردان هم مثل جواد عزتی بازیگر خوبه یا نه. فیلم سینمایی 2 روز دیرتر با موضوع فرزندآوری و ازدیاد جمعیت هم به کارگردانی اصغر نعیمی و بازی سینا مهراد، پردیس احمدی، فرهاد آیش، گوهر خرندیش، چمند امی سلیمانی مسکی طنزم باشه. خروجی خاندان ما بیشتر از ورودیش شده. تو مریم چند سال شد ازدواج کردی؟ 3 سالی شده. حسین نمازی فیلم شهرسوار رو با بازی مهداد صدیقیان و الناز حبیبی ساخته که راجع به یه عروسی هست که چندین بار به هم میکنه. بهروز افخمی که قبلا خداحافظی کردم متاسفانه دوباره انگار سلام کرده با فیلم تازه اومده به اسم صبح اعدام که داستانش هم بارشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی که در پی دیام خونین 15 خرداد 42 محکوم به اعدام شدن. فیلم هم بین ساعت 5:30 تا 6 صبح روایت میشه. ارسطو خوشوزر، مسعود شریف بازیگراشن که این فیلم هم با توجه به کارگردانیش حتما در بخش‌های مختلف نامزد میشه و جایزه میگیره. ساعت 5 صبح با حضور نماینده داستان و خبرنگاران مطبوعات. وصیتی داری بگو. محکوم رو هدایت کنید به داخل اتاق. صبحانه با زرافه‌ها جالب‌ترین فیلم امسال شاید باشه. فیلم سروش صحت که بهرام رادان، پژمان جمشیدی، هادی اجازی‌فر و هوتن شکیبا بازیگراشن که فیلم رو ندیده پیش بینی میکنم رادان و اجازی‌فر حداقل کاندید بشن. اگه از دیمون نگیرن یه وقتی موتورخونه چیکار میکنن؟ موتورخونه معمولا چیکار میکنن؟ دارن موتوراشون تعمیر میکنن. خلاص. معجزه پروین هم محمد رضا وردی ساخته. محمد رضا شریفینیان تهیه کنندش بوده و موضوعش هم مثل اسمش داستان زندگی پروین اعتصامی شاعر معاصر ایران و بازیگراش هم مارال بنی آدم، آزیتا آجیان، محمد رضا شریفینیان، حسین حسین پاکته و باقی دوستان جناب شریفینیا هستند. اما سحر دولتشاهی، امیر آهویی، آذر صمدی، فرید سجادی حسینی ترکیب بازیگرای جالب فیلم نبودنت به کارگردانی کاوه سجادی حسینی رو تشکیل میدن که کار هم ملودرام زنانه در رابطه با مهاجرت فلانه. فیلم سینمایی نوروز جدیدترین ساخته سهیل موفقه که سابقه ساخت آثار کودک و نوجوان رو بیشتر داره. توجه به آیین‌های ملی از جمله عید نوروز از ویژگی‌های فیلمی که استاد علی نصیری چراش مادرم هم توش بازی میکنه. اسم 34 تا فیلم اعلام شده برای 42مین جشنواره فجر که از دل اونا این رکوردها بیرون اومده رو من براتون اعلام میکنم. در میان بازیگران من روح الله زمانی، عباس جمشیدی و باسفین، امین حسین آرمان، پژمان جمشیدی، پژمان بازدی، شهرام حیدردوست، هومن برنوا، بهنام تشکر، حسام منصور، تورج البن، آرمین رحیمیان با 2 فیلم و از میان بازیگران زن هم الناز حبیبی، شبنم قربانی و نسیم ادبی با 2 فیلم بیشترین آثار رو در 42مین دوره جشنواره فیلم فجر دادن که باید ببینیم کدوماشو خوب ظاهر شدن و شایسته دریافت جایزه هستن. مسعود صفاوت دوست که قبلا هم برای موسیقی فیلم موقعیت ملی سیمون گرفته با اختلاف و آهنگسازی 9 فیلم پرکارترین چهره جشنواره فیلم فجر در سال 2002. 8 درام اجتماعی، 6 فیلم در ژانر دفاع مقدس و جنگ، 3 فیلم از تاریخ معاصر ایران و 4 فیلم در ژانرهای کمدی، تاریخ اسلام، کودک و ورزشی ترتیب حال حاضر فیلم‌های جشنواره را تشکیل دادند. خب همانطور که دیدید امسال هم فیلمسازهای مهم در جشنواره فیلمی ندارد.
و به جز انسیش حسین هیچ فیلمساز خانم دیگه هم در جشنواره حضور نداره که اینها تو ذوق من میزنه به شخصه. خب دوستای خوشگل، ما سعی میکنیم فیلم های مهم جشنواره رو بهتون بعدن که نمایش دادن ببینیم و معرفی کنیم و پیشبینی کنیم چیار امسال سیمور رو فرج رو دریافت میکنیم. پس ما رو لایک سابسکرایب کنید و تا اون موقع یعنی موقع دیدار بعدی حسابی خوش بگذره این دو صفحه کنید. صفحه بشه خوشگلا.